سلام و درود بچه‌های عزیز، چطورید؟ ببخشید این 2 روز نبودم چون واقعا کار داشتم. خب آخه میدونید ما توی روز مدارس هستیم و بچه‌ها درس و مشق دارن، ولی خب سعی میکنم به ویدیوام برسم. امروز راجب مد هستش، یعنی این ویدیو راجب مد هستش که میخوام یه مد خیلی خفن بهتون معرفی کنم که اینقدر خفنه. الان میگم اون مد چیه. مد در مخفی. با این مود یه در مخفی میتونید بسازید که میتونید واسه رمز عبورم بذارید که موقعی که میخوایم وارد خونتون بشین میاید چیکار میکنید؟ میاید رمز عبور رو میزنید، بعد موقعی که وارد خونتون میشید در رو میبندین و یک رمز عبور اشتباه میزنید تا در کاملا قفل بشه. همراه من باشید تا بتونید آموزشش رو هم ببینید. بریم سراغ ویدیو. خب شما زمانی که این مود رو نصب میکنید و به همراه اون مود وارد مپتون میشوید، خب این چیزا دستتون نیستن اول بازی، بیشتر اول از همه این دست شماست. این کتابه که خودتون اگه خواستین بعداً بازش کنید. بله شما که این ویدیو رو میبینید یه مقدار واسه سوال نشده که من واسه این مانچه رفتم مود اسب نیزی ریختم؟ ولی نه، در واقع بدون نه مود نیست، واقعا خود مانچه رفته. این کی اومد اینجا؟ خب اینو بی خیال، بریم سراغ اصل مطلب. این کتاب رو هر وقت خواستی خودتون میتونید بخونیدش. فقط کافی اینو میزنید، بعد این کتاب واسهتون باز میشه. مثلا داریم میده چجور میشه این چیز میزا رو بسازید، پیج میزنید اینجوری میزنید، بعد میبینید یه عالم، ببین یه عالم بلاک هستن. انقدر بلاک وجود داره که ندید، خیلی بلاک، یعنی تقریبا اندازه خود بلاک ها ما یه عالمه در مخفی داریم. خب فعلا اینا رو ما اینونتوری که باز میکنید ما اینا رو فعلا میدیم بره. برو تو هم برو. این یکی اینجا میمونه. ببین این همینجا میمونه چون با ستاره تیم بهش نیاز داره. خب ممکن گزینه اسپانیگو باز میکنید تخمه و میبینید یا حضرت عباس حسین چقدر در مخفی، یعنی شما تا حدی که دلتون بخواید در مخفی دارید. نه اینقدر وگرنه دیگه نه اونقدر زیاد، ولی در حد این مقدار است. مثلا من الان میخوام از دایمند بلاک استفاده کنم. دایمند بلاکش میخوام 1/2، یعنی این مدلیه. خب من الان مثلا چه موندم از چه بلاک برای دور تا دورش استفاده کنم؟ از بلاک طلا رو میذارم دور تا دورش. خب بعد شما میبینید که میتونید در رو باز و بسته کنید. الان میخوام بگم خب خیلی ساده پلیرها میفهمن، درستی میفهمن، ولی خب دفترچه رو بخونید خب میبینید قفلم دارید که به بازی هم اضافه شده. اون قفل اگر بردارید و قفل رو میندازید و موقعی که به سمت در مخفیتون هدف بگیرید یا این اسکوره میزنید هرچی، یا این به علاوه، من به علاوه میزنم که میده یه پسورد بزنید. من برای مثال میزنم TYE. خب TYE رو زدم، بعد سوامپت شد. سوامپت رو که بزنی یوهو میبینی که موقعی که بخوایم بازش کنی نمیتونی. رو در با علامت شمشیر کلیک میکنی یا با کندن بلاک ها کلیک میکنی روی در مخفی. پسورد رو بزنید. الان رمز من چی بود؟ TYE بود. بعد میبینید که درمون باز شد. میرید اون سمت در میبنده. برای اینکه قفلش کنید چی دور همونه علامت کندن زدن ماپا رو میزنید روی در و برای اینکه قفلش کنیم یه رمز اشتباه میزنیم که اینجوری درمون قفل میشه. و هر پلیری که بخواد باید 1000 تا 1 میلیارد تا اصلا بیش از حد رمز عبور مخفی بزنه. خب
اگر این ویدیو اگر به نمش کن در مخفی که خیلی خوب بود. این در یک در مخفیه. خب فکر نکنید مثلا یه نفر بیاد از روتون ببینه. نه، حالا شما میگین چجوری این کارا رو بکنید، چی به چیه. والا درای مخفیش رو نمیدونم، ولی چند تا چیز رو بهتون میده این کتاب. مثلا میگه چجوری این ورقه رو درست کن که من نمیدونم چیه. این گفته این اگه تونستید یک در مخفی عجیب بسازید یا پیدا کنید، این گفت حتما بسازید. صفحه بعدی با همین بعد این اصلا درای مخفی رو نشون میده، چه حالتیه چه حالتی نیست، چجوریه چجوری نیست. ببینید بچه‌ها فکر کنم فهمیدم. خب شما برای ساخت مثلا دایموند بلاد در مخفی نه یک در یک خیلی کوچیکه، در دو ندارین. برای ساختش نیاز به 2 تا دایموند بلاد دارید با 2 تا از همین ورقاته، یعنی نیاز به 4 تا آهن دارید، 4 تا آهن 18 تا دایموند برای ساخت در مخفی. عجیبه. از چیزهای ساده تر هم میتونید استفاده کنید. بذار ببینم به جای دایموند میتونیم از چیز دیگه استفاده کنیم، امیدوارم بشه. نمیدونم، از چیزهای دیگه بود که خیلی آسون و راحت پیدا میشدن، از همونا میتونید استفاده کنید. فهمیدم. از این به دردتون میخوره. خب از مدل چوبیاش استفاده کنید. چوبیاش خیلی آسون و ساده درست میشن که دیگه خودتون میدونید چیه. برای ساخت یک در دو خب نیاز به 2 تا بلوک دلخواه نیاز داریم و دقیقه واسید بچه ها چرا میره جلوته ولش کن. برای ساختش هم گفتیم دیگه نیاز به یک آهن کامل داریم با 3 تا چی بود. برای ساخت اون ورقی نیاز به 2 تا آهن معمولی داریم. برای ساخت گفتم که میدونید چیه دیگه، از خود کتاب میدونید. حالا الان میخوایم بگیم خب چجوری ما مودش رو پیدا کنیم. مودش رو میخوای، خب پیش خود خوب کسی اومدی، تنها کسی شما لازم دارید منم. البته تنها کسی هم که نه. خب برای اینکه بتوانید مودش رو نصب کنید، من از ماینکرافت هم خارج بشم. مثل ویدیوی قبلی ما با روبیکا کار داریم. روبیکا رو نصب میکنید، وارد روبیکا میشید، بعد اینجا سرچ میزنید زولبیا. خب زولبیا رو که سرچ زدی اینجا واسه میاد مود ماینکرافت بربری زولبیا هویج. خب این متنی که روی زولبیا یه علامت تیتل داره، تیتل سفید دورش آبیه و دور خود زولبیا یه قرمز بنفش نارنجیه. خب روش کلیک میکنید و روش چی مینویسید؟ جستجو میزنید، مینویسید سیک گفتم. خب SIC دور. خب نه چی مینویسید؟ SICRET فاصله D 2 تا OR گزینه ضربین رو میزنید. البته مال من نیست چون به نت وصل نیستم. حالا وایسید بچه این گزینه است، سیکرت دور. من خودم قبلا نصبش کردم، پس روش کلیک میکنید. کلیک بعد شما به همراه یک این گوشه من یکم مشکل داره. حالا شما که وارد ماینکرافتتون شدید دیگه مود در مخفی هم دارید و سلام. خب اگه تا آخر این ویدیو رو دیدی، خب حتما لایک و ساب کن، به همراه حسابم زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن و اگرم میتونی وقت کردی خب کامنت بذار.
ممنون. تا یک ویدیوی بیشتر، خدا نگهدار.